انقدر کیدی هستی. بچه ما اومدیم امروز پرشنبه بازار ماگوسان. حالا بریم توشو ببینیم. بیایم داریم. Neydin sahip dur. Onun için mandali. بچه اینجا ماهیگیرا که ماهی‌ها رو خودشون میگیرن میارن اینجا میفروشن. ماهی تازه است، خودشون صید روزشونه. اینجا خرچنگا، انواع خرچنگ، گربه ماهی و ماهی دیگه. Balık efendim, balık efendim. یه ماهی داره اینجا خیلی بهتون پیشنهاد میکنم بهتون که اگر خواستید بگیرید این ماهی حتما امتحان کنید. اسم لورکه، قیمتش کیلویی 250 تل است. خیلی ماهی خوب و خوشمزه و لذیذیه. تیغ نداره تقریبا، خوشمزه است و پرگوشته. سلام شما خوب هستی؟ اینا اشباه مایع مرکب و اشباه. بچه این بازار سنتی که داره قبرس توی هر شهری توی روز خاصی برگزار میشه. توی ماگوسا پنجشنبه است، به خاطر همین پنجشنبه پازارتیستی بهش میگن، بازار پنجشنبه بازار. و توی اسکله جمعه ها هستش این بازار. اینجا همه کشاورزا محصولات خودشون رو مستقیم میارن میفروشن و قیمت خیلی بهتر از مغازه هاست. شاید مثلا 1/3 ارزونتر از مغازه هاست و کیفیت جنساتون تازه تره، خیلی بهتره. حالا با هم میریم داخلش میبینیم. علاوه بر میوه و ماهی و سبزیجات، لباس هم اینجا میفروشن. لباسش هم خب برند نیست ولی خب قیمتش خیلی مناسبه. اینجا تخم رسمی و زیتون و لبنیات سنتی و اینا داره که خیلی هم خوبه، خوشمزه است. ساعت کاری اینجا ساعت 9 صبح شروع میکنن تا 5 بعد از ظهر. برنجای خوبی هم داره، میتونیم کیلویی از اینجا برنج تهیه کنیم. برنج بازه، برنج خود قبرسه. مثلا 37 تل کیلویی، 65 تل کیلویی، 35 تل کیلویی. بریم قسمت میوه ها. من خریدم کنم. تو خرید تو. الان ساعت 2 که ما اومدیم اینجا. ظهر به بعد معمولا قیمتشون آف میخوره. صبح یه مقداری تا ظهر قیمت بالاست. این ساعت خوبه. دیگه ساعت 4 و 5 هم دیگه جنس خوبشون از دیگه نیستش. نه هرچی بونجلو میمونه. این ساعت خوبی برای خرید کردن همیشه. آره این دوماتسشو خوب میده. یه میبش خوبه، 25 تا میده. بعدم مثلا بریم جای دیگه هم ببینیم. مثلا اون 40 تا میدادین 25 تا اون پرتقالا هم میده 25 تا خوبه. آره. این بعد حتما یه بار بگردید کل بازار رو بعد خرید کنید. قیمت خیلی متفاوته. دیگه هر کشاورزی قیمت خودش میزنه دیگه. مکسال جانم. Kaç TL? 25. 25. Kife bulu. Teşekkür ederim. Buyurun.
تشکر. میگم حال و هوای بازارهای شمال داره. آره بازار سنتی شمال. بچه توی این ویدیو قشنگ بافت مردم میتونید ببینید، اینجوری بافت سنتی هم دارن. حتی اونایی که اینجوری مسلمونن و حجاب دارن چوگاندن هم اومده. تیپاشون قدیمیه، بیشتر از ترکیه اومدن، مهاجر ترکیه هستن. اینجا پر ایرانیه، هرچی راه میری صدای ایرانی هم فارسی دارن صحبت کنن. آره میگم باید بگردیم. پیاز آره. از 25 تا الان 10 تا. خیلی تفاوت قیمتی. آف میزنن دیگه آخره حسشون میشه. خودش پیازش هم خوبه. Buyurun. 20. 20. بچه اگه ترکی هم اینجا باید نباشید کارتون رو میفته، چون همشون انگلیسی میتونن صحبت کنن، هم قیمت ها رو هم صحبت پایه، حتی کشاورزاش هم میتونن انگلیسی صحبت کنن. بچه اینجا سیرا دونه ایه گفتی؟ آره نه دونه 10 تل است. دونه ای آره کیلویی همه دونه ای برداری دیگه. خیلی بلال گرونه، بلاشون خیلی شیرین و آبداره ولی کوچیک کوتاه و دونه ای 20 تل است، خیلی گرونه. خوشمزه است ولی زیادی گرونه. چند هفته پیش 10 تل بود، الان شده 20 تل. مثلا کاهوها دونه 15 تل هستش. تله بچه ها که می نویسن TL مخفف ترکیش لیراست، اینا واحد پولشون لیر ترکیه است، به خاطر میگن ترکیش لیره یا تله. این قیمتشون این ساعت که میشه همشون آف میخواد، مثلا 20 تله شده 15 تله. خوش خوبه این شیرینه. کاهو رو بو میکنیم. اگه یه بوی تلخی بده میفهمیم نمیخریم. اینم بو شیرینه ماما. قارچه 120 لیره دیگه، 120 تله. یا کنی تو خوشگله. اناراش ها بگو خیلی شیرینه. آره اناراش خیلی شیرین و خوشمزه است. اصلا امکان نداره یه اناری رو برداری مثلا ترش باشه. من فکر می‌کنم از 80 ایران گرونتره. حالا قیمت الان ایران نمیدونم، بچه تو کامنت ها برام بفرستید که قیمت های چیزایی که ما نشون میدیم تو ایران چقدره. تو کامنت ها بذارید که من بتونم اینجا به صورت نوشتاری هم نمایش بدم. آووکادو دیبا بعد آووکادو سس و دوست اینا نداره. بزنی بخور. سیبا کیلوی 25 تله هستش بچه. اینجا سیب فرق نمیکنه، همه نوع سیبی بگیرید، چه سیب سبز بگیرید چه زرد چه قرمز همون قیمتی یکیه. 25 lira elma. این انارش 25 تله است. خوبه بگیری؟ آره بگیر. تو خوبه. پرتقالا 15 تله هستش. بچه خیلی واژه های فارسی که اینجا هستش، مثلا پرتقال هم پرتقاله، پرتقال
انار رو میگن نار. مثل شمال خیلی خودمون. شبیه به فارسی زیاده. لوبیا سبز 40 تل است. لیمون 5. لیمو رو میگن لیمو. همون انگلیسی رو استفاده میکنم. کیلو. که؟ 1 kilo. 50 lira verdi. 50. Tahmin ettim. Thank you. اینم از لوبیا سبز. عشق لوبیا پلو سنگه. لوبیا پلو. اینم لبنیات هایی که خودشون درست میکنن. سنتی دستیه. این هم حلورده. کیلویی میفروشن. اینجا قرقروت به هیچ عنوان ندارن، کشک ندارن. اینا رو اگه خواستید بیاد حواستون باشه. اگه تمر هندی و قرقروت و کشک میخوان باید با خودتون بیاد. نارنگیاش خوب بود. 25 تله. دیبا نارنگی هم گرفتیم. عشق نارنگی ببره مدرسه. تشکر. بچه اومدم گیشنیز بخرم. گیشنیز همون کیشنیشه. یعنی میخوای بگی گیشنیز میگی کیشنیش وارمه. دیبا خانم میوه اژدها میخواد بگیره. دراگون اسمش. خیلی دوست داشت مزهش کنه. Tamam sana 80 olsun tamam. چونه میزنی باش. این هم بچه مثل ما چونه میزنن. تو فرهنگشون هست. 20 تله تخفیف گرفتش. میشه 100 تله به دیوا 80 تله داد. ما خریده یه هفته همونو کردیم. هر چیزی که میخواستیم گرفتیم. شدش 1200 لیره با ماهی. البته ماهی خیلی گرون شد. کیلوی 200 لیره لبرکو حساب کرد با اون 250 تا بود که 50 تا ایندیریم یا تخفیف گرفتیم. اینجا چونه بزنی همه قیمت ها رو میتونی بشکنی. 250 تا 200 تا گرفتیم کیلوی. آره البته اگه ترکی صحبت کنیم. ما خانومی که در تصویر میبینید یعنی بلبل ترکی صحبت میکنه. آره. بس اگه شما چیزی داشتید تو کامنت ها بهمون بگید و اگه از ویدیو ما خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره و زنگوله و لایک و زنگوله خوشگل اون پایینم بزنید. دین دین. خدافو. منم خدافو.